وقتی ما در ستاد لشکر اهواز بودیم، مرحوم این فلاحی و فرمانده لشکر خوزستان و این آقای خامنه‌ای تو اتاق فرماندهی بودیم. اون توپخانه عراق که توپ میانداخت، این توپا میافتاد تو حیات اون ستاد. یکی دو تاش افتاد خیلی نزدیک ساختمان، چنان که این آقا وحشت کرد، رفت تای دیوار زیر نیمکت. آقای خامنه‌ای؟ بله والله. بعد ما همون وسط اون چیز که ایستاده بودیم صحبت میکردیم، زود رفت اونجا زیر اون نیمکت. اون مرحوم سرتی فلاحی خندش گرفت، صداش کرد که آقا از اینجا زود تشریف بیارید بیرون، برای اینکه این بخوره که این بم که تا اول باید بخوره به دیوار تا در ما مؤثر بشه، بنابراین اول دیوارم خراب میشه سر شما. در کرخه کور که اصلا مجرم است، هر کشوری بود این رو به عنوان اینکه یک لشکری رو فراری داده محاکمش میکردن، این اگر اعدام نمیکردن خیلی بهش ارفاق کرده بودن. برای اینکه وقتی که گارد جمهوری صدام حمله متقابل کرد به قوای ما، اول کسی که فرار کرد این آقا بود. همین آقای خامنه‌ای؟ بله والله. عجب بابا. این از انتظاریه و مدامت اونجا در یه زره‌پوشی من رفته بودم یک چند دقیقه دراز بکشم، آمد گفت که آقا بیاد، بعد خطرناک شد. گفتم چرا، چی شد؟ گفت که حمله متقابل شد و بوشون داره برمیگرده عجبه، بوشون خودمون. گفتم بس فرمانده اینا که گفت از اینا کاری ساخته نشه. گفتم این آقای خامنه‌ای که معممه ببره جلو. گفت آقا و اول همه رفت. چطور رفت؟ گفت همون رفت که بقیه رفتن. به هر حال این آدم این رفتار کرد اون روز در اون سختی. حالا این آقا در ایران میره پیش بسیجی و تهدید میکنه استاد خودش رو، اولا متهم میکنه به خیانت و تهدید میکنه به مجازات و محاکمه و مجازات. دنیا عجب دنیایی. آقای